ضرب اعداد تواندار. یادتونه بچه‌ها سال هفتم هم داشتید این موضوع رو، ضرب اعداد تواندار. ما امسال میخوایم یه یادآوری بکنیم مفهوم توان. مفهوم توان چی بود؟ قبل مفهوم جمع چی بود؟ یا که تبدیل شد به ضرب. 4 تا 5 که با هم جمع شد، 5 به ازای 5 به ازای 5 گفتیم 4 5 تا. حالا 5 ضرب 5 ضرب 5 گفتیم 5 به توان 4. این میشد مفهوم توان. پس یادمون نره مفهوم توان اگر یک مقدار رو چندین بار در خودش ضرب کنیم به صورتی که تواندار میتونیم بنویسیم. اما یه یادآوری، ضرب اعداد تواندار کلا دو حالت داره. یکی این که پایه ها مساوی باشه، یکی توان ها مساوی باشه. اگه پایه ها مساوی بود چیکار میکنیم؟ حواست من باشه پایه ها مساوی، توان ها رو با هم جمع میکنیم و اگه توان ها مساوی پایه ها رو در هم ضرب میکنیم. آفرین به شما. پس میگیم اگه پایه ها برابر باشه در این حالت یکی از پایه ها رو نوشته و توان ها رو با هم جمع کرده. به عنوان مثال آب توان m در آب توان n میشه آب توان m به اضافه n. پایه رو نوشتم، توان ها رو با هم جمع کردم. اما اگه توان ها برابر باشه یکی از توان ها رو نویسیم، پایه ها رو تو هم ضرب میکنیم. مثالش چی میشه؟ آب توان m در b به توان m میشه آبی به توان m. یعنی این آبی یعنی آ ضرب در b کلن به توان m. یادتون باشه برعکس این موضوع هم وجود داره، یعنی توانی به صورت جمع بود میتونیم به صورت ضرب دو عدد تواندار با پایه های یکسان بنویسیم. اگر یه پایه به صورت ضرب دو عدد بود میتونیم به صورت تفکیکی بنویسیم. برعکس این موضوع جلوتر بسیار به کارمون میاد. خب چند تا نکته رو میخوایم با هم ببینیم. 4 تا نکته خیلی مهم. شماره 1 اگه گفتید چیه؟ هر عدد به توان 1 برابر است با خود عدد، یعنی آ به توان 1 همواره میشه آ. نکته 2 1 به توان هر عددی برابر 1 باشد. گیر است دقتون به جمله من. 1 به توان هر عددی برابر خودش باشد. جمله غلط یا درست؟ آفرین به شما گفتی درسته. 1 به توان هر عددی برابر 1 می باشد. ولی اگه بگیم 1 به توان هر عددی برابر خودش می باشد هم درسته. خودش یعنی همون 1. پس 1 به توان هر عددی برابر خودش می باشد هم درسته. 1 به توان n مساوی است با 1. سوم هر عدد به توان 0 بجز 0 برابر است با 1. هر عددی به توان 0 بجز خود 0. 0 به توان 0 تعریف نداره، در ریاضی تعریف نشده است و مبهمه به اصطلاحاً. پس ما میگیم هر عدد به توان 0 برابر است با 1 به شرطی که این عدد ما یا آی ما مخالف 0 باشه، یعنی پایه اون حق این که 0 باشه رو نداره. اما نکته آخر، هر عدد منفی به توان زوجی عدد مثبته، یعنی منفی 3 داخل پرانتز به توان 2 یعنی چی؟ منفی 3 در منفی 3 چی؟ مثبت 9 یا همون 3 به توان 2. اما در اون نکته 3 یه موضوع دیگه هم بهتون بگم بچه‌ها. 0 به توان هر عددی هم 0 یا به عبارتی 0 به توان هر عددی به جز 0 میشه خود 0. یعنی 0 به توان 0 جواب نداره. یادتون باشه. بریم ما هم چند مثال رو ببینیم. حاصل هر یک از عددهای زیرو به صورتی که تواندار بنویسید. 2 به توان 6 در 2 به توان 3 پایه ها برابر توان ها رو جمع میکنیم میشه 2 به توان 9. منفی 2 سوم به توان 7 منفی 2 سوم به توان 5 پایه ها برابر میشه منفی 2 سوم به توان 12. توان ها رو جمع کردم. اینجا پایه ها دیگه برابر نیست، توان ها برابره. پایه ها رو در هم ضرب میکنم میشه 16 به توان 3. 2
2 به توان 5 3 به توان 2 6 به توان 5 4 به توان 2. بچه اینجا باید بگردیم دنبال یه مشترک چیه؟ یا پایه برابر یا توان برابر. پس دنبال مشترکی باید بگردم. خب اینجا 2 به توان 5 دارم، اینجا 2 دارم. نه اصلا 2 تو پایه ندارم، پس پایه یکسان نداره با 2. 2 به توان 5 توان مشترک داره. آره اینجا یه توان 5 دارم، پس 2 به توان 5 و 6 به توان 5 تو هم میتونم ضرب کنم. این 3 و 4 چی پایه‌ها یکسانه؟ خیر، ولی توان‌ها یکیه. باز 3 به توان 2 و 4 به توان 2 رو میتونیم داخل هم ضرب کنیم. پس همیشه بگردید دنبال اون قسمت مشترکه که بفهمید باید پایه ها رو ضرب کنید یا توان‌ها رو جمع کنید. پس این با هم پاسخ رو ببینیم. 2 به توان 5 و 6 به توان 5 رو کنار هم، 3 به توان 2 و 4 به توان 2 هم کنار هم. حالا این دوتا در هم، این دوتا در هم، اینجا میشه 12 به توان 5، اینجا میشه 12 به توان 2. خب حالا دیگه توان ها یکی نیست، این دفعه پایه ها یکیه. پایه ها یکسان شد خود به خود، میشه 12 به توان 7. نکته گفته بودیم هر عدد، نکته سوم، هر عدد به توان 0 برابر است با 1. خب این 3 که 3 پنجم به توان 0 1. 81 میشه 3 به توان 4. توصیه من یه سری از توانها رو، توانای 1 تا 10 رو حداقل تا توان 5 همه اینا رو حفظ باشید. توان 5 همه اعداد رو 1 تا 5 حداقل تا توان 5 حفظ باشید. از 6 تا 9 هم تا توان سومش رو حتما حفظ کنید. اما 81 میشه 3 به توان 4 اگه تجزیهش کنید یا ذهنتون باید داشته باشید. اینجا میشه 3 به توان 1، 3 پنجم که میشه 1، 81 که میشه 3 به توان 4. ضربشون ضرب 1 که تأثیری نداره. 3 به توان 1 و 3 به توان 4 پایه ها برابر توان ها رو چیکار میکنیم؟ جمع میکنیم. 3 به توان 1 3 به توان 4 جمع میکنیم میشه 3 به توان 5. اما مثال بعدی بسیار ساده است. A2 ضرب در A8 پایه ها برابر توان ها دوباره جمع کنیم میشه A به توان 10. قسمت بعدی سوال AB به توان 5 در A به توان 3 در B به توان 4. خب اگه یادتون باشه یاد نگفتم میگه A به توان N ضرب در B به توان N میشه AB به توان N. گفتم برعکس اینم درسته، یعنی اگه AB به توان N بود میتونیم بنویسیم A به توان N در B به توان N. حالا اینجا کاربرد داره. من میام اینو به صورت ضرب دو عدد تواندار می نویسم. پس می نویسم A به توان 5 B به توان 5. این قسمتش A به توان 5 B به توان 5 A3 B4. حالا A با A پایه ها برابر تواناشو جمع می کنیم. A8 B با B پایه ها برابر توانا رو جمع می کنیم و جواب میشه A8 B9. اینجا x y پایه ها برابر توانا متفاوته. باید چیکار کنیم؟ آفرین، توانا رو جمع میکنیم. x y به توان 9. اما قسمت بعدی باید بیاید اول جدا کنید از همه عبارت ها رو تا جایی که میشه پایه ها رو به عوامل اولش تجزیه بکنید، بعد شروع کنیم ضرب کردن. من میام 8 رو می نویسم 2 به توان 3 آ رو می نویسم 2 به توان 3 آ. این 2 آ به توان 3 می‌نویسم 2 به توان 3 آ به توان 3 2 به توان 3 آ به توان 3. این 2 آ به توان 3 می‌نویسم 2 ضرب در آ به توان 3. خب حالا همه 2 آ در هم 2 به توان 3 2 به توان 3 2 به توان 1 میشه 2 به توان 7 آ به توان 7 2 به توان 7 آ به توان 7. اینم کلا میشه 2 آ به توان 7. بچه فقط دو تا موضوع اینجا، این توان 3 هم برای 2 هم برای آ. این توان 3 فقط برای آ دیگه برای 2 نیستش. این موضوع رو بسیار دقت کنید. این دوتا با هم کاملا متفاوتند و اصلا یکسان نیستن، فقط ظاهرا یه مقدار شبیهن. ولی اگه دقت کنید ظاهرش این پرانتز داره این پرانتز نداره. به دلیل همین عدم وجود پرانتز در عبارت دوم یه اختلافی بینشون به وجود میاد. مثال بعدی، حجم مکعبی به ضلع 2آ چند برابر حجم مکعبی به ضلع آ است؟
خب حجم مکعب به ظل 2آ اول حساب میکنیم و حجم مکعب به ظل آ. حجم مکعب به ظل آ میشه آ ضرب در آ ضرب در آ، میشه آ به توان 3. حجم مکعب به ظل 2آ میشه 2آ ضرب در 2آ ضرب در 2آ، میشه 8آ 3. 2 در 2 در 2 که میشه 8، آ در آ در آ میشه آ به توان 3. اما گفته حجم مکعب به ظل 2آ چند برابر به ظل آ؟ خب مشخصه 8 برابره. پس حجم مکعب به ظل 2آ 8 برابر حجم مکعب به ظل آ هستش.